صبح ها وقتی میرم سر کار، خیلی وقتا میرم توی فضای سبز اطراف محل کارم قدم میزنم تا ببینم اون لحظه‌ای که الان دارم زندگی میکنم و رقص برگای درخت روی سایه خورشید، یا اینکه صداشون وقتی باد بهشون میخوره. همه اینا واسه من یادآور لحظه است، یادآور هر آن چیزیه که تو اون لحظه من دارم یا ندارم. دوست دارم خوشنود باشم از همه داشته ها و نداشته هام و این قدرت زیادی میخواد. نمیتونی اینو یه روزه یا یه شبه درستش کنی. قدردانی و قدر دونستن یه بلوغ خاصی رو میطلبه و باید در موردش تو لحظه فکر کنی. وقتی قهوه هم میخورم یا میرم توی کافه میشینم، به تمام اینا فکر میکنم. سعی میکنم خودم رو به لحظه برگردونم. سعی میکنم که بفهمم داره چی توی دلم میگذره. هر چیزی که میگذره اعتبار داره. هر چیزی که هست معتبره و میتونیم هضمش کنیم. غذا خوردن و آشپزی هم همینه. وقتی میخوای بدونی چی درست کنی یا اینکه غذا چجوری باید آماده بشه، باید توی لحظه باشی. توی لحظه باید باشی تا طعم‌ها رو بفهمی کی گرسنه‌ای، کی سیری، کی دلت غذا میخواد یا دلت یه میوه میخواد. همه اینا با لحظه بودن و در لحظه زیستن اتفاق میفته. وقتی میوه ها رو میشورم، سعی میکنم رنگاشون رو ببینم، بوشون کنم، لمسشون کنم و منو به لحظه برگردونن. وقتی آشپزی میکنم، بستنی درست میکنم، میفهمم که چقدر بودن قشنگه. دردناکم هست ولی قشنگه چون تو حسش میکنی. اولین چیز برای اینکه سالم زندگی کنیم، برای اینکه به کارامون برسیم، حس کردن لحظه است. حس کردن اون اتفاقایی که داره میفته. گاهی خیلی سختن، گاهی خیلی دردناکن، اما هستن. نمیتونیم جلوشونو بگیریم و درک کردن این بودن مرحله اول برای یه زیست آگاهه، برای یک بدن آگاهه. سعی کنیم درک کنیم، ببینیم و بفهمیم.